بر اثر ترکیش مواد منفجر پنهان در موتورسیکل در ولایت غربی هرات افغانستان کمش 6 فرد آسایشته از جمله 4 کودک هلاک شده، کمش 9 کودک دیگر جراحت برداشته‌اند. ترکیش در نزد مسجد و بازار سیرادم به وقوع پیوست. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید ترکیش روز دوشنبه در ناحیه شیندند وادی زیرکوه به عمل آمد. مسئولان بمبگذاری مواد ترکنده را در داخل موتورسیکل پنهان کرده آن را از دور فعال کردند. طبیبان محلی میگویند که 9 نفر به شفاخانه انتقال یافتند. انفجار بازار شیندند 12 واقعه به شفاخانه وزیری تخلیه شده که 3 واقعه فوتی متاسفانه و 9 واقعه دیگر زخمی هستند که در بین واقعات زخمی شده 3 واقعه وضعیت خوبی ندارند. در پی حمله کدام گروه مسئولیت آن را بر دوش نگرفت. مرکز ناحیه شیندند در 110 کیلومتری مرز افغانستان و ایران و 11 کیلومتری پایگاه هوایی شیندند قرار دارد که آن را نیروهای پیمانی ناتو اثنای تمرین سربازان افغانستان استفاده می‌برند.